أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. و این اسماعیلیان برای دین باطن گذاشتن، باطن و ظاهر گذاشتن که باطنیه اثناعشری از اونا متأثر شدن، که با این باطن گرایی هم شریعت رو عوض کردن هم عقیده رو. و از جمله اقوالشون اینه که محمد بن اسماعیل خاتم النبیینه و اینکه دنیا دارای 12 جزیره و هر جزیره یک حجت داره. به به ماشاءالله. و حجت هم 12 نفرن و هر حجتی، این حجت بازی ها اینا نبرکنید، هر حجتی یک دعوتگر داره، یک نائب داره یعنی، و هر دایی یک دست داره، یک ید داره و هر دستی دلائل و برهانهایی داره که اینا رو مشخص میکنه. بعد بازی آقا فراماسونی اینجوریه، شما میگین اینا رو بگم فراماسونی، اینا دست فراماسونی رو پشت بستن و هر بله و حجت را پدر اسمشو میذارن، دعوتگر و مادر اسمشو میذارن، دست و فرزند اسمشو میذارن. همچنان و این شبیه اقوال نصرانی هاست که خدا را پدر و پسر و مادر دونستن. گفتم که هر چیزی در قرآن و شریعت ظاهر داره و باطن داره و کشتن اهل قبله رو جایز میدونن، گرفتن مالهاشون رو جایز میدونن. امروز که اینها از اصول مسلم اثناعشریه شده و شهادت دروغین رو براش جایز میدونن و اسیر گرفتن زنان مسلمان رو جایز میدونن، قتل اطفال مسلمانان رو جایز میدونن.